سال نو 2016 در میکوبد. سال 2015 به پایان رسید. یک سال پرحادثه تا جای ماجرا برانگیز و پربحث ولی بشبه خاطرمان برای تاجیکستان. در سالی که گذشت افت و خیزهای زیادی بود که در بعضی حالتها روش زندگی جامعه را هم تغییر داد. قبل از یادآوری از این همه تحولات سال نو شما طاهر و هواداران ارجمند رادیوی آزادی را مبارک میگوییم. آرزو داریم که در سال نو هم در کنار عزیزان خود و رادیوی آزادی بمانید. برنامه سال نوی امروزه آزادی را من طاهر سفر و همکارم خیرامان بقازاده تقدیم میکنیم. در این برنامه از رویدادهای مهم کشور، چالش‌های اقتصادی در سال 2015، از وضع مطبوعات و هم از حال مهاجران تاجیک یادآور میشویم. اما برای هواداران ساز و سرود مصاحبه‌های اختصاصی داریم با ستاره‌های هنر و موسیقی کشور و خارج از آن. سال 2015 به شبهه چون یک سال پرحادثه در خاطرها میماند. در این سال انتخابات پارلمانی برگزار شد و برای نخستین بار هیچ یکی از احزاب مخالفین حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی به مجلس راه نیافتند. ولی پرچالش‌ترین تحولات طاهر شاید پیوستن صدها جوان تاجیک به صف گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق و هم آشوب مسلحانه ماه سپتامبر باشد. درباره این همه گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده. در تاریخ نوین تاجیکستان سال 2015 یک مرحله نوی پرتحولات بود. ماه مارس در انتخابات پارلمانی کشور بار نخست به عضویت مجلس هیچ یک از احزاب اصلی مخالفین راه نیافت و ناظران بین المللی آن را مناسب به معیارهای انتخابات دموکراتی ارزیابی نکردند. ولی توجه اصلی مطبوعات بهار سال 2015 به حادثه کشتار رهبر سازمان ممنوع شده گروه 24 در شهر استانبول روانه شد. عمر علی قوتوف در شرایط مرموز از جانب حمله‌گر ناشناس به قتل رسید و نزدیکانش این کشتار را با فعالیت‌های سیاسی او ارتباط دادند. در پس منظر این تحولات سال 2015 نگرانی مقامات و هم جامعه با پیوستن 500 شهروند تاجیکستان به صف گروه تندگرای دولت اسلامی در سوریه و عراق افزایش یافت. یکی از آنها پلکونیک گروه تعیینات زودعمل گلمراد حلیموف بود که این حادثه از نظر تحلیلگران با آبروی ساختارهای قدرتی تاجیکستان ضربه شدید زد. در نتیجه در سیاست دولت مسئله امنیت اولویت پیدا کرد و مقامات معرکه تبلیغاتی ضد تندگرایی و صحبت‌ها با مردم به خاطر گرفتن پیشراه سفر جوانان به سوریه و عراق را به راه ماندند. بهار و تابستان با توسعه جنگ شهروندی در دولت یمن با قرار حکومت از قلمرو این کشور صدها کارمند طبی تاجیک برگردانیده شد. شهروندان تاجیکستان و اهل عائله‌شان با هواپیماهای روسی نخست به مسکو و از آنجا به دوشنبه انتقال یافتند. نزدیک تابستان ساختارهای دولتی به تفتیش کار سازمانهای جمعیتی شروع کردند. مقامات گفتند هدف شفافتر شدن کار 2,500 سازمان است که در سال 2014 برای پروژه های خود از خارج 4.5 میلیارد سامانه مبلغ گرفتند. منعقدان هدف اساسی سنجش ها را نظارت کار مدافعان حقوق انسان ارزیابی کردند. سپتامبر سال 2015 تاجیکستان را حادثه های مسلحانه تکان داد که مقامات آن را عصیان ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع کشور عنوان کردند. حزب نهضت اسلامی را مسئول این حمله که باعث کشته شدن 14 خادم حفظ حقوق و 10 شورشی گردید نامیدند و حزب را تروریستی و ممنوع اعلام کردند. کارشناسان میگویند فضای سیاسی تاجیکستان در سال 2015 محدود شد. به اثرشوی صدای جامعه شهروندی در نتیجه فشارها، افزودن خودسانسوری در بین ژورنالیستان بر اثر فشارها بالای واسطه‌های اخبار عامه، زیر کنترل رفتن اینستیتوت ادوکاتور در تاجیکستان در نتیجه قبول تغییرات های اخیر در قانون درباره ادوکاتور
همه اینها از نشانه از اون تحولات سیاسی هستند که در سال 2015 در تاجیکستان رخ داده بود. تحلیلگران میگویند تحولات سیاسی مذکور در کار مطبوعات مستقل انعکاس شد و اکثر نشریه ها به خودسانسوری گذاشتند، از تنقید سیاسی دست کشیدند. تنقید اجتماعی به قول پروفسور ابراهیم عثمانوف همانا جای دارد. از موضوع سیاسی صرف نظر کردن و بیشتر توجه کردن به موضوع اجتماعی، این نگاه داشتنی، یعنی این مقصدی نگاه داشتنی حالت معتدل فعالیت مطبوعات است. یعنی به این وسیله مطبوعات به هر حال کوشش میکند که در جامعه موقع خود را از دست ندهد، در جامعه سخن خود را گوید و به جامعه تاثیر رساند. در آخرهای سال حکومت درباره قبول برنامه نوی تشکیل بیش از 300,000 جای نوی کاری برای ساکنان تاجیکستان خبر داد. برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی تاجیکستان دورنمایی است که تأسیس هزارها جایهای نوی کاری را در دوام 2 سال آینده در نظر می‌گیرد. حادثه مرگ مرموز طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظرف در یک اداره پلیس شهر سنت پتربورگ ماه اکتبر در تاجیکستان و بیرون از آن واکنش‌های منفی به بار آورد. پرزیدنت رحمان تحقیق منصفانه آن را از روسیه تقاضا نمود. در آخر سال توجه جامعه به قانون نوی پارلمان درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت اعلان شدن امام علی رحمان جلب شد. صورت تصویبش از جانب پرزیدنت و رئیس جمهور عمل کننده امکان می دهد که یک عمر مهمترین شخصی تصمیم گیرنده در سیاست خارجی و داخلی کشور باقی بماند. یکی از پردردترین جریان ها در سال 2015 در اروپا مشاهده شد. موج مهاجران از مناطق جنگ زده خاور میانه که از راههای آبی به این قاره رسیدند 1 میلیون نفر را تشکیل داد، ولی در حالتهای بسیار تلاشی 10 ها مهاجران برای رسیدن به ساحل امید به فاجعه بدل شد. قصه آیلان، پسر بچه کردی که جسد آلوده برگش در ساحل‌های ترکیه پیدا شد، بانگ برای جامعه جهانی از سرنوشت سنگین صدها هزار مردم بیچاره جنگ زده شد. عکس صدای این فاجعه در تاجیکستان در ترانه آوازخوان تاجیک جانبک مرادوف به گوش رسید. همکار ما شهلای گل خواجه درباره سال 2015 جانبک و سرود او در سوگ آیلان صحبتی انجام داد. این آهنگ وقتی که همون بعد در همه خبرها ایلان عکساش برآمده بود، روزگار بسیار یک چیزی دهشتناک بود و من 2 روز پی هم رو در خوابم دیدم، نمیدونم برای چی، و وقتی بیدار شدم پی غمگین همین جنگ و عکس همون هم که خوابو بعد گفتم شاید من یک سرود آهنگ تیار کنم که مثلا خیلی که در سالهای کودکی هم من 5 ساله 6 ساله بودم، وقتی جنگ شروع شد ما از دوشنبه گریزه شدیم، ما هم این گریزگی و این سرسانی رو در یاد دارم، مثلا آوازی تیر و طوفان و آواز گریزگی و از این دولت به این دولت سفر و خیلی سرسام میکنن مردم. برای همین گفتم که یک چیزی شود که برای خلق همون روزها رو به یاد بیارن و ناشکری نکنن و شکری همین صلح و وحدت و شکری چی میگن صاحب استقلالی وطن ما کنن. در سینه و در نگاه من خنجری کیست، خاکی سری به پناه من کشوری کیست، بازیچه کودکی من بیشکسته وای، خونی دیلی به گناهی من بر سری کیست، بر سری کیست. امسال یک حادثه دیگر نیز بود که این هم مثلا همچون فردی ممنوع ورود بودید شما در روسیه، با شما اجازه ورود نداده بودن. این سببش در چی بود و تا کجا حل شد این قضیه و تا کجا تاثیر رساند در ایجاد شد؟ وقتی که خبرها در تمام جو برآمدن، حتی در روسیه تقریبا در 24 کانال تلویزیون ها، در تمام گازیت ها و سایت ها برآمدن،
در مابین یک هفته این پرابلم رو حل کردن. گویم هم سفیری روسیه در تاجیکستان، هم چی میگن کلانی فمیز و اونها کار رو زود حل کردند و امروز ها من زیاد به مسکو سفر میکنم و تمامی سفرهای خارجی هم از طرف مسکو. بله. از سرود هم در مسکو، در شهر مسکو من ثبت کردم که کمپوزیتوری که من با همکاری میکنم راویل گلیامیدینوف بسیار کمپوزیتوری بهترین است. با او یک سرود بسیار خوب تیار کردیم که من الان شب و روز گوش میکنم. میخوام امسال یک آلبوم پورا با زبان روسی برارم و زیادتر میخوام در روسیه دولت روسیه کار کنم و میخوام اونجا زیادتر معرفی کنم تاجیکستان رو. چرا شما میخواید که به بازار روسیه وارد شوید؟ چه چیزی هست که شما رو جلب میکنه در این بازار؟ راستی گپ اولش خیلی نباشد نزدیک است به ما روسیه و امروز ها زیاد تاجیک‌ها و زیاد همزبانان در روسیه هستند. خیلی که امریکا و اروپا رو زیاد دیدیم، اکنون میخوام در روسیه زیادتر کار کنم و به بازار اونها برایم، برای که یک روز نه یک روز از بازار تاجیکستان الان هیچ کی ورود نشده است. ما باید این چیز رو یکم شروع کرده، باید تاجیکستان رو خوب معرفی کنیم که اونا بفهمن که ما چه صنعتی بوی و تاریخی بوی داریم. تلاش شما در حالی است که طول چند سال اخیر مثلا روسیه با بحران روبروست، بحران مالی و امسال عمیق‌تر می شود و مهاجران تاجیک هم دارن برمیگردن به تاجیکستان. نگوید بحران، خیلی از یک طرف بحرانی است، از دیگر طرف در بحرانی اونجا هم کورسش وای شده ارزان‌تر با اگر با دلار روی اگر تو برد میکنی. برای همین این هم طرفی خوبیش هم دارد برای ما، هم بدیش هم دارد. البته نمی‌هراسید به هر حال. خیلی چیزی شد. امروز در برنامه همچنین مصاحبه اختصاصی داریم با آوازخوان و رقصنده معروف تاجیک امریکایی سمیرا مزل. برای آنهایی که این اسم را نشناختند میگویم که سمیرا در گذشته پسر بود و سال 2015 درباره تغییر جنس کردنش به تمام جهان خبر داد. پس ارتور و امروز سمیرا هم آوازخوان شده است خیرامان؟ بله طاهر، و صحبت اختصاصی ما با در ادامه برنامه تقدیم می شود. این برنامه را از دست ندهید. مهاجران تاجیک سالهای اخیر تکیهگاه اقتصادی تاجیکستان شدند. با این وجود سال به سال با چالش‌های نو روبرو می‌شوند. بالاروی قیمت پتنت، تلاش برای کار در شرایط قانونی همیشه با مسائل مربوط به رعایت حقوق انسانی آنها هم قدم است. ضمناً طاهر، خوب است که از زحمت‌های یک زن تاجیکستانی، حامی معروف حقوق مهاجران تاجیک در روسیه، رئیس بنیاد تاجیکستان گوهر جوریeva یادآور شویم. خانم جوریeva سال 2015 برای تلاش‌هایش در راه حمایت از حقوق مهاجران با جایزه معتبر بنیاد هلسینکی در مسکو سرفراز گردید. خدمات مهاجرت روسیه نیز در آستانه سال نو جایزه خود را به خانم جوریeva سپرد. و این نخستین جایزه معتبر یک حامی تاجیک است که در روسیه کار و فعالیت می‌کند. همکار ما در مسکو اکرمی عبدالقهار با گوهر جوریeva صحبت انجام داد. Все, в том числе и государственные органы, отмечают спад количественный мигрантов. همه ساختارها در روسیه از کاهش شمار مهاجران و هم مراجعت آنها با این یا آن مشکل خبر میدهند. در مسکو مرکزهای اوجدهی تأسیس یافتند که در یک وقت به چند مسئله کاغذی مهاجران رسیدگی میکنند. هم آگاهینامه‌های مختلف میدهند و هم آنها را قانونی میکنند. مشکل لگالیزاسیون دیگر وجود ندارد. ما هم این گونه یادداشت‌ها را برای کمک مهاجران نشر میکنیم که مبادا تومه خلبان نشوند و خراجات برجاتی بیهوده نکنند. بعضی مشکلات
مشکلات واقعا هم در سال 2015 حل نشده ماند. با این وجود در جلسه اخیری دپارتمنت اقتصادی میری شهر مسکو سرگئی سابیانین دو پیشنهاد ما را پذیرفت. یکی تاسیس بیرژه کاری برای مهاجران به کشور وارد شونده و دیگری مربوط به اخراج انتخابی مهاجران. یعنی در صورت دخالت کاردهنده مهاجر حق پیدا میکند که با سپردن جریمه مسئلهش را حل کند و اخراج نشود. این دو پیشنهاد بررسی می شود چون که متاسفانه ما با عریضه های زیاد سر و کار داریم که مربوط به اخراج به اساس مهاجران است. Нужно менять программу многих диаспоральных объединений, в том числе Таджикистана, ибо большая часть из них зарабатывает на мигрантах, что недопустимо. Люди и так приходят как-то концы с концами свести и заработать. Вот пока этот коммерческий элемент не уйдет из взаимодействия диаспоры. باید برنامه کاری بسیاری جمعیت‌های ملی که با مهاجران کار می‌کنند از جمله جمعیت‌های تاجیکان بازنگری شود. اکثر این جمعیت‌ها از حساب مهاجران پول کار می‌کنند. متأسفانه منفعت‌های پولی همه را خراب می‌کند. وقتی شمار سازمان‌های جمعیتی برای حل مسائل جمع شده کفایت نمی‌کند، همه گونه مسائل‌ها دور و دراز حل می‌شوند. درباره قضیه عمرعلی من گفتنیم که آنهایی که در سنت پترزبورگ تصمیم گرفتند کودک را از دست مادر جدا کنند، هم از نظر قانونی و هم انسانی به خطا راه دادند. آنها خود را سفید کردن نمی‌توانند، هرچند ما می‌بینیم که با هر راه تلاش دارند به اصلاح شرف مقام کاری خود را حمایت کنند. حتی بعضی دپوتات‌ها والدان را گناهکار می‌کنند که آنها فلان و چنان نکردند. در این صورت بعضی آنها لحن انسان بدبینی احساس می‌شود، ولی در مقابل شخصیت‌های خیلی مهمی زیاد هم از طرف روسیه و هم تاجیکستان حالا با این مسئله رسیدگی می‌کنند و آنها نمی‌گذارند که این قضیه همین گونه گذشته رود. ما مبارزه می‌بریم که گناهکاران نه تنها از رتبه‌های نظامی خود بلکه از جای‌های کاری خود محروم شوند. آنها چهره انسانی خود را گم کردند و آنها نباید در این گونه ساختارها کار کنند. این عملی خیلی غیر انسانی بود. سال 2015 برخی ستاره‌های هنر و موسیقی تاجیک هم هرچند مهاجر نبودند ولی در خارج از کشور کار ایجاد کردند. دلیر نظروف از جمله آنهاست. او حالا در شهر مسکو است و از آنجا ایستاده هوادارانش را در تاجیکستان در یک صحبت با همکار ما اکرم عبدالقهار تبریک کرد. 2015 اگر گویم سال از دیگر سالها چندان هم سخت فرق ندارد چون که سالها بین هم دیگر یگون سرحد ندارن، یگون جداگی ندارن. لیکن از احساس این سال گفتم میتونم که یک سالی که در ایجادیات کارهای من بسیارتر کارهای تکنیکی به عمل آمد. چون که کاری اساسی من در کینستودیا این صدابرداری است، ثبت صدا است، کار صدا است و زیادتر این کارهای تکنیکی. اگر درباره ایجادیات گویم، ایجادیات از حیات فرق ندارد. یعنی ایجادیات معنی آن ندارد که مثلا سرودا آفریده شوند، موسیقی آهنگ‌ها یک جهانبینی مستحکم که پیدا می شود که عبارت از آن سرودا و آهنگ‌ها باید پیدا می شوند. و آن چیزی که من حس کردم این سال که خود مردم، خود آدمان، تماشابینان، شنوندگان سرودای آرام می خواهند و سرودای که توانند تا دل آنها رسند. یعنی آدما در این وقت تا آن نقطه رسیدن که می خواهند که یک چیز را شنوند، نه فقط رقص کنن یا که حرکت کنن. لیکن میبینم که بسیار آدما میخوان یعنی یک بازگشت به ریشه های مردمی، به اما موج های آهنگایی که آرام هستند و آن چیزایی که احساسی چکور دارند. با فکر من این یک کشایش شرایط برای ایجادکاران، برای آن که ویا توانند یک رویه نو پیدا کنند در ایجادیات خود. و فکر میکنم که این میتواند یک قدم نو را در فرهنگ تاجیکا، در تاریخ تاجیکا باز پیدا کند. مثل آب
پیچم و گردت مثل باد صباه عاشقه بال زنم پروانه وار سایه عاشقه بال زنم پروانه وار سایه عاشقه صحبت‌های من با آدمان عبارت از خودی واخوری با آنها است و خدا با شکر که واخوری‌های زیاد این سال داشتیم با آدمان و فکر میکنم که شرط نیست که آدم زیاد مردمان را بیند. ممکن که 15 20 30 40 نفری که در سال با من واخوردن و این آدما نماینده‌های هر مثلا نمودی آدمایی که در تاجیکستان است، یعنی آدمایی که کسبشون فرق میکنه از هم دیگر، ایجادکار و آدمایی که از ایجاد دور هستند، لیکن صحبت یک است. همه میخوان که با هم دیگر نزدیکتر شوند و وقتی که آدما نزدیک میشن یک چیز بلند و یک چیز پرصدا ضرور نیست. یک صحبتی که بسیار نزدیک است، بسیار گرم است. و وقتی که صحبت با آنها میکردیم، من حس میکردم که آنها میخوان که صحبت شخصا با آنها باشد. یعنی هر یک آدم میخواد که صحبت شخصا با او باشد، یک صحبت عمومی نباشد که صحبت عمومی که در نظر دارد که صحبت عمومی با یگان کس صحبت ندارد، این گویا که یک مجلس یا یگان چیزی که آدم‌ها میخوان که صحبت تنها با آنها شود، شخصا با آنها. و از این من یک خلاصه برآوردم که سرودهای آرام، سرودهای روانه میتوانند همین چیز را به دل آنها رسانند، همین لذت را به آنها رسانند. چون که آدم‌ها خودشان، مردم ما خودش ایجادکار است، فرق ندارد کدام کسب دارد، چی کار میکند. لیکن اگر صحبت درباره ایجادیات شود، ایجادیات یعنی این دل تاجیک است و ایجادکاری، صحبت درباره ایجادکاری، صحبت درباره آن که مثلا تصورات و آرزو و این چیزا بسیار نزدیک هستند برای خلق ما و صحبت آسان است با مردم ما. یعنی ما نزدیک شده ایستادیم، یعنی اون کاری که ما داشتیم، اون جداگی که ما داشتیم، در این سال من حس کردم که آدم‌ها با هم نزدیک سخت‌تر شده ایستادن و این یک خرسندی کلان است برای من. برای ایجادکار اساساً همین لازم است که آدم‌ها را با هم جمع کنید.